بعد از سالها یک شخصیت مثل تتلو رو دستگیر کردن. به نظر شما با این شخصیت چه باید کرد؟ سراسر جهان من اسم آقای رئیسی رو سرچ کردم. خب میخوام گوش کنید. ایشون میگه که 2 تا شوک داشته، شوک سرچ داشته. یکی اردیبهشت 1396 که 1000 چه بود؟ قبل خردادش در واقع چیه؟ ریاست جمهوریه. اما اردیبهشت بود اصلا. ایام ریاست جمهوریه سرچشون رفته بالا. بعد تموم میشه، آستان قدس میرن، قوه قضاییه میرن، یه سرچای کمی دارن. یعنی این سرچ ها نسبت به اوج سرچ سنجیده میشه. حله؟ نسبت به اون تاپ. بعدش دیگه 1400 که ایشون رئیس جمهور شده، بعد رفته تو مجلس رأی اعتماد گرفته و وزراش، دیگه کارش شروع شده با مردم. من یه سرچ دیگه انجام میدم برای شما. ایشونو کامپیر میکنم، مقایسه میکنم با یه سلبریتی که 2-3 تا خبرسازی کرد. خیلی هم محبوب اون به اون معنی نبود، یعنی که مثلا برخی سلبریتی خب به مراتب محبوب ترن. دیگه اگه شما صدا سیمایی بذارید سانسور مانسور نکنید. ما ببینید ازدواجش با فرزاد حسنی کتک میخوره، طلاق میگیره، روسریش میره کنار، مردم باید شناخت. روسری میره کنار، اینجا هم فوت میشه. چرا این سرچ رو انتخاب کردم؟ چون این 2 تا شوک خبریش تقریبا همزمان با این 2 تا موج خبری های رئیس جمهوره و میبینید که خبر فوتشن از رئیس جمهور شدن بیشتر است. بیان پایین تر میگه در مجموع خب آقای رئیسی بیشتر سرچ شده چون سرچ زنده داشته بعدش. درسته؟ ایشون شوک درست کرده. در این کشورها سرچ صورت گرفته. چیا سرچ شده؟ میگه اگه در مورد رئیسی میگی یه سرچ رایزینگ داره، یعنی جهش، اون شوکا، میگه ایناست: ابراهیم رئیسی، دولت رئیسی، کابینه رئیسی. میبینید جوره. اینم پدرکشتگی با هیچکی نداره، این هوش مصنوعیه. نه پسرخاله کسیه، نه آره هووی کسی. بعد اما تاپش در مجموع از در مورد رئیسی چی میگه؟ میگه ایناست. دنبال عکس رئیسی بودن، دولت مثلا یارو مثلا تو ستاد کار میکرده عکسشو بگیره بزنه، سرچ میکردن دیگه. تا 25 تا هم بهتون میده دیگه، کابینه، دکتر. تازه بخشی از این سرچ هم مدیون نیما رئیسیه که اونم سلبریتیه. خب ما رئیسی نوشتیم، یعنی کدوم رئیسی رو داریم میگه دیگه. میتونید شما منطقه مشخص کنید، یعنی اینجا تو سر جام بذارید ایران، همینجا روی نقشه هم بزنید مثلا روی ایران. حالا گوش کنید، نگاه کنید. من آبم بخورم. کافیه؟ به قول اون نماینده مجلس خانم سلحشی میگه آیا کافی نیست؟ نه خب که چی؟ کار عجیب غریب هر کی بکنه چه روسریشون رفته بالا، شوک به وجود مردم جذابه براشون. ببینید نگاه کنید، ایشون دقیقاً شوکش از کیه؟ از همون موقع که از ایران میره بیرون. از ایران میندازنش بیرون، سرچش بیشتر میشه. یعنی با یه مش جماعت بیشعور ما تو جمهوری اسلامی طرفیم، خب که فکر کردن دوره ممقلی میرزای فلانه، ما هم توی یالقوزآباد سفلا داریم زندگی میکنیم که اگر یه نفر رو نفی بلد کردی دیگه دسترسی مردم از او قطع میشه. این از ایران رفت، تازه دسترسیاش باز شد. اینجا بود باز از 4 نفر حساب میبرد، خب مشورت میکرد، میترسید، هر چیزی رو نمیخون. رفت اونجا دیگه تکست اینا آزاد شد. آهنگ بخون 10 دقیقه. خب چی شد؟ این سرچ. برای اینکه بفهم این سرچ یعنی چی، خب ببین دقیقاً، ببین نفهمی کجندیشی رو ببین چیه. از اینجا بردنش دستش باز شد، بیشتر در دسترس جامعه. میگه خب کار عجیب غریب میکرده، باشه بریم ببینیم به خاطر کار عجیب غریبش یا نه. کل دنیا که ایشون اول داریم میبینید. خب بعد بریم ببینیم چی سرچ کردن. آهنگ. از یه خواننده چی میخوان؟ خدا پدرتون رو بیامرزه، شما رسانه اید. این فزاینده هاشه تازه که این فزاینده ها معمولا کار شازده دیگه. ببین نگاه کنید، مثلا در مورد خانم آزاده نامداری میگه عکس آزاده نامداری، فرزاد حسنی آزاده نامداری، مرگ آزاده، یعنی دقیقاً آنچه که اصلا ربطی به کارتون نداره. در مورد اجراش کسی نگفته. میفهمید؟ کاریشون اینه دیگه.
در مورد اون شوکای خبری که به وجود آوردی در مورد تتلو آیا این بوده؟ آهنگ. بریم ببینیم تاپ سرچش چیه. بریم ببینیم مثلا اگه اون روسری در آورده این مثلا یه کار دیگه کرده، مثلا چی؟ آهنگ، تتلو، دانلود، آهنگ. بریم بعدی. امیر تتلو، دانلود آهنگ، تتلو جدید، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ تتلو آهنگ جدید، تتلو آهنگ امیر تتلو. دیگه رسیدیم به 13. عددا رو می‌بینید؟ اینجا 15 از 100 شده 13. چاوشی و ابی و شادمهر و هر کی دیگر هم خواستید تو اونجا اضافه کنید تا تفاوت رو احساس کنید. بفهمید یعنی چی؟ یعنی شما چی ساختید؟ یعنی باید آدم بلند شه، کلاشو برداره، یک رو به خریتتون دست بزنه. دمتون چطور میتونید اینقدر این حجم از خریت قفله؟ خب من اینو میدونستم. ببخشید من باید پاسخ بدم چرا از اینا بیشتر میفهمم. یک ظرفیتی که میرفت روی ناو هسته‌ای برای هسته خون. ما رمضان هم دعای نمیدونم چی میذاشتو. به مرحله‌ای رسوندید که بره اونور بشه اغواگر، به قول خودتون جوونا، هر چی دهنش در بیاد بگه، 100 تا شاکی خصوصی پیدا بکنه. امروز هم کت بسته وردید بیاریدش ببریدش فلان کنید. بابا شما انصافا باید جایزه نوبل خریت رو بهتون بدن. خب چطور میتونید انقدر خر باشید؟ قفل والله. چطور میتونید اینطور فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنید؟ این تخصص شما در تهدید آفرینی از کجا گرفتید؟ اصلا برای من غیر قابل. چرا نامه نوشتی به تتلو؟ من خوب کاری کردم، نامه نوشتم، کار درستی کردم. دوباره به همون تاریخ برگردم، همون نامه رو می‌نویسم. چی مگه نوشتم سال 88 برای میرحسین موسوی خوندی، گفتن خواننده زیرزمینی محبوب، طرفدار میرحسین. سال 92 با اینکه بنده ایشون حیاز حاضر ازش بپرسن، بهش گفتم شما وارد مسائل سیاسی نشو. من هیچ وقت ایشون رو نزدیک ندیدم، تلگرامی با هم ارتباط داشتیم. اصلا قصه سیاست نبود. تو زندان بود، من ازش دفاع کردم تو یکی از سخنرانیام. خب اومد بیرون از من تشکر کرد، زنگ زد گفت من فلانیم، شماره‌ام پیدا کردم، سلام علیکم فلان، تلگرام به هم رد و بدل کردیم و ازم سوال میپرسید، کاری داشت، چیزی داشت. بعد روی جالبی هم داشت، شب دعوا میکرد. خب صبح دوباره پیام میفرستاد 4 تا گل، سلام استاد آشتی. خب آدم بامزه‌ای بود. بعد خدمتش میگم ما اصلا خدا شدم گردن از این. بعد من بهش گفتم آقا برای چی؟ یه روز من بلند شدم تو اینستاگرامش بنر قالیباف گذاشته. بعد میان یه کاری میکنن و فلان، حالا کاری ندارم. بهش من تماس گرفتم، گفتم آخه تو رو چه به سیاست؟ الکم آهنگاتو بخون. چی کار داری با سیاست؟ گذشت آقای قالیباف 96 به نفع آقای رئیسی رفت کنار. اینم خدمت شما عرض کنم اومد از آقای رئیسی. بعد برداشتن این بچه رو بردن کجا؟ دیدار آقای رئیسی. خب بعد ببین خب این بخشایی که اگر از من اون موقع مثلا چی بوده قصه، حالا ایشون اومد در رئیسی دفاع کرد. اینجا من دلم سوخت. دیدم عکسایی که این قبلا تو امارات بود، نمیدونم کجا بود، شروع کردن منتشر کردن. کیا؟ بله اونا هم بودن. مثلا یه روندی شد دیاره. بله. خب اومدن کشیدنش آروم تو سیاست دیگه. حالا کاری ندارم. اومد جلوتر ببین چی شد. من بهش گفتم آخه تو رو چه به این کارا؟ بعد ادامه پیدا کرد. تو ایام انتخابات من دیدم اومدن عکسای سابق اینو برداشتن تو امارات، مثلا با دخترها بوده دارن انتشار میکنن. کیا؟ اینایی که دم از آزادی میزنن. دیگه گفتم آقا انصافاً امروز این بلایی که اینا سر تو در آوردن معیار تشخیص حق و باطل، که بفهمی کی به حق دم از مردم و حق مردم و آزادی‌های مردم و گذشته مردم و نباید چوب زد و اینجور چیزا میزنه، کی حرف مفت میزنه به خاطر بهانه‌های سیاسی. خب بعد گفتن نه شما انگار ما گفتیم مثلا آقای امیرحسین مقصودون معیار تشخیص حق و باطل، بله الالابد. نه داداشون امیرالمومنین الالابد مبنای تشخیص حق و باطله. خدا یه جایی تو قرآن یه شتر رو میذاره مبنای حق و باطل. گفت شنبه ها مثلا شتر صالح بعدا بخوره، یک شنبه ها شما، دو شنبه ها روزای زوج و فرد کرد. خب یه شتر، یه حیوان رو گذاشت، زدن شتر رو کشتن، کل اون قوم رو باطل حساب کرد، همه رو نابود کرد. میخوام بگم سطح فهم و شعور اینا اینه، خدا شاهده. سطح فهم و شعور اینا اینه. بعد اینم هی هر سال آقای تا تتلو چیزی میخون بر من میذاشتن معیار حق و باطلن ها. خب به نظر شما بنده درایت کردم، داشتم با این آدم راه میرفتم، ازش سوء استفاده سیاسی نکردم، راهنماییش کردم، همیشه هم تشکر میکرده از من، هر این طرف اون طرف
اسمم میبرد، مثلا میگفته شیشتون، یا کسایی که بهره برداری سیاسی کردن بعد اینجوری باهاش برخورد کردن انداختنش بیرون تبدیلش کرد به یه بت، حالا بشکنید. امروز چیکار میخوای بکنی؟ دو گروه هستن. اولا یه گروه که میگن آقا ایشون اصلا توهین به مقدسات کرده، باید اعدام شه. همین هم حکمش هم دادن. یا آقا اولا حکم شرع و قانون تو این چیزا مشخصه، اینجا تخت گاز نرید. این یک. هر کسی توهین به مقدسات غلط کرده. این که اول موضوع من مشخصه دادن، ما رو به عنوان اهل بیتی میشناسن. دو، یه دی میگن که حالا کلی تینیجر طرفدار ایشون، حالا با ایشون برخورد بشه. عامل برخورد چیه؟ دین. یک جمعیتی رو شما ضد دین کردید. احسن بشون. چطور میتونید انقدر خوب خراب کنید یه کاری رو؟ کور مادرزاد رو بذاری جلو تیر دروازه، بذاری اونجا بگی شوت بزن سمت گل، دروازه‌بانم نباشه، بالاخره به اندازه طول دروازه تا اون عرض زمین میزنه. یه مثلا میگن 1/5 20% میره توی دروازه. چجوری میتونی 100 تا توپو بزنید به تیر؟ خیلی فوتبالتون خوبه شما. کسی که تمام تستا رو غلط میزنه جواب درست رو میدونه. تو استاد این کاره. یکی از مسئولین به من گفت ببین براش 100 ضربه 80 ضربه شلاق میوارن، 5 سال 10 سالم زندان، بعدش میدونی چی میشه؟ بهش هم میگن یه کاری، مگه تو جمهوری اسلامی هر کسی رو میخوان دهنشو سرویس بکنن، یعنی باش برخورد بکنن، خب ایشون رو، اون بزرگوار رو ممنوع الخروج نمیکنن. شما چرا ممنوع الخروجی اینو برداشتید؟ که قشنگ بری اونور. حالا برو اونور کنسرت تو برگزار کن. حالا اونور دیگه تحت مدیریت تو نیست، اونور تحت مدیریت میته، سرویس امنیتی ترکیه، که بیشترین همکاری رو در خاورمیانه با اسرائیل داره. حتی من به تایم بازگشت ایشون هم مشکوکم که تو این اثنا که ماجرای اسرائیل علم شده برگشت، گفتن اینا ایرانی‌ها الان باید درگیر خودشون بشن. حالا چیکار بکنی؟ یه انتخاب کن، از مقدساتت بگذری یا دشمن تراشی کنی. خب کدام کار درست بوده؟ مدیریت کردن یک موضوع یا این روش؟ بعد ببینید کسی که کار درستم انجام داده میگیرن زیر ضربه، یه کاری میکنن شماها هم بدبین بشید. بیا چی بوده برداشته چی؟ من دلایلم این بوده. قانع کننده هست یا نیست؟ شما بگید بوده یا نبوده؟ شما بودید چیکار میکرده؟ من برای همین توییت زدم چند روز پیش، گفتم دوباره تاریخ به گذشته برگرده، همون تایم برسه، همون شرایط، ما تاریخو که از گذشته رو تغییر بدیم بریم، من دوباره همین کارو میکنم. من اعتقادم بر اینه که اینقدر که ما دستگاه دشمن سازیمون دقیق مثل سانتریفیوژ کار میکنه، دستگاه جذبمون هنوز محمدیه، هنوز مال عهد خب دیگه تو خارج که در اینجا بود که حرفت گوش میداد، خب اونجا بود که اینجا که به قول شما میبردیش خبرگزاری فارس و چی و اینا، اما اونجا دیگه دست شما نیست، دست سرویس امنیتی دشمنه. خب من همینو میگم دیگه، میگم این پروفسورها اصلا عجیبن، من نمیدونم چطور میتونن اینا جایزه نوبل خریت باید بهشون داد. خب واقعا اصلا کجا قفل من همش سال ندیدم، میشینم با خودم من خیلی هرس میخورم، میبینم فقط ایشون نیست. آقا امیر اپیکور الان کجاست؟ اینجا تو ایران آهنگ ترلامپو خوند، علیه ترامپ آهنگ خوند این آدم. خب الان کجاست؟ ترکیه. دونه دونه رو یه کاری کردن بره بیرون، دونه دونه. حالا بره اونجا سرویس امنیتی ترکیه که عضو ناتوئه، ترکیه که پایگاه نظامی آب داره آمریکا اونجا، با اون چیکار میکنه؟ یه خب اون ور ترلامپ خونده بودی، باید یه چیزی بخونی بشوره ببره. انتظار چی بشه؟ ساسی مانکن امروز گروهی که دورشو گرفتن به اسم، به شخص، شرکت هایی که دورشن، کار رسانش نمیشن، همه بهایی اسرائیلی، واضح. خانواده هم هدف گرفته، دست گذاشته رو بچه ها، مسائل جنسی رو داره میکشونه توی خانه. خب بسم الله. ببین نه میتونی مدیریت کنی، نه بلدی. دوتا حامد زمانی کجاست؟ نه یه دو تا کار خوبه تو رو بکنم چی کار کردی؟
کسی دیگه هم داره انجام میده، داره جذب انجام میده، میای میگیری پدرشو در میاری، اذیتش میکنی، مورد حمله قرارش میدی، نمیذاری کار انجام بده. من با خیلی از این بچه‌هایی که هنرمندن ارتباط دارم، دفتر ما میان میرن، خب رسانه‌ای نمی‌کنیم، میشینم با درد دلشون، به خدا قسم از ما اصلا خنده میگیره. 2 تا خواهر کلمنتاین اسم میبرم دیگه، اومدن ایران. تمام گرافیتی کارهای ایران، گرافیتی کارا میکیان، این ببین رپ یک بخشی از فرهنگ هیپ هاپ است. فرهنگ هیپ هاپ ورزش خودشو داره، نقاشی خودش، هنرش خودش داره، موسیقی خودشو داره، یه فرهنگه. رو دیوار در و دیوار میکشن. اینا مثلا توانایی اینو دارن مثلا تو یه شب یه خیابون رو بامبینگ کنن. یا 10,000 نفر میریزن با این اسپری رنگاشون، یه لحظه به خودت میایم میبینی فاتحه یه خیابون خوندن دیگه، تموم شد. خب بعد من فکر کنم حداقل بالای 10 تا جلسه این ور اون ور میگذاشتم، میگفتم آقا این بچه‌ها نیاز به حمایت دارن، نیاز به مدیریت دارن، نیاز به کنترل دارن. خب 2 تا خواهر دوقلو هم بودن، فرانسوی فرستن، خواهران کلمنتاین اومدن ایران. باورتون نمیشه با تک تک اینا تو ایران جلسه گذاشتن، شناسنامه اینا رو تکمیل کردن، رفتن خارج. بعد دونه دونهشون کشوندن. برنامه دارن برای اینا. بابا بعضی از این رپرهای ما ازدواجایی که کردن ازدواجای خاصی بوده، من نمیخوام اسم ببرم. بعضی اینا توسط زناشون دارن مدیریت میشن، توسط خانواده همسرشون دارن مدیریت میشن، اصلا رویکرد طرف تغییر کرده، مشکوکه. بله اصلا یکی دیگه شده طرف. بعد میری نگاه میکنی میبینی خانواده زن عضو سازمان مجاهدین بردن اون طرف دیگه، تحت نظر اوناست، نون اونا رو داره میخوره، زندگیش گره خورده، بس آتو دارن، نمیدونم چی دارن، 1000 چیز ممکنه. اینا به کسی رحم میکنن؟ جنگ غزه رو ببینید، به کسی رحم میکنن؟ کی اینا به خودشون رحم نمیکنن؟ اسیرای خودشون رو کشتن با هلیکوپتر، با اسرای خودشون روزی که داشتن روز 7 اکتبر که اینا اسیر داشتن، به ماشینا همینجوری موشک زدن، خودشون رو کشتن. تو یه دونه هواپیما رو اشتباه زدی، اشتباه هم کردی، باید هم برخورد بشه، کل دنیا رو گرفت. این عمدن ماشین خودشون رو میزد، صدا کسی در نمیاد. بعد اونا به مثلا به یه رپر رحم کنن؟ هر کسی که اثرگذاریش، آقا اینا به منم رحم نکردن، طمع داشتن، بر من ایمیل میزدن. اون اوایلی که من 87 88 شروع کرده بودم به من ایمیل میزدن، آدم فرستادن، خدا شاده میدون فلسطین کبابی بود روبروی مسجد، با من جلسه گذاشت. کی؟ مشاور یکی از مسئولین، اصلا با این عنوان اومد با من جلسه گذاشت. اومد گفت چی میخوای از اینا؟ بیا هماهنگ کنم، بیا برو استرالیا، تلویزیون دستت نمیدونم فلان بهمان، اونجا بشین حرف بزن، به واسطه این کشور میری، پولم بهت میدیم، نمیدونم چی هم میدیم، باشه بیا برو. بس چی اینجا وایستادی؟ هر کسی که قدرت اینو داشت که بتونه چند نفر رو جذب بکنه، اینا برنامه‌ریزی کردن واسش. یا جذب میکنن چون شعور دارن، اونا اول جذب میکنن، نتونن دیگه میزنن، دیگه رحم نمیکنن. همه جا آدم دارن، از تو دل حزب اللهیا میزنن، از تو اصلاح طلبا میزنن، از تو کفار میزنن، تو عربا میزنن، تو کجا؟ همینه. چرا ایران اینترنشنال بعضی از این آقایون نمیزنه؟ چرا باشون کاری نداره؟ اینا سرمایه هاشن سرمایه هاشون تو ایرانن. نه که جا نفوذی باشن ها، نه، انقدر شوتن. گفت با سابقه فوتبال بود، یهو دیدن قزنفر داره این وری میاد، بعد گفت بابا ول کن مارادونا رو، ول کن قزنفر رو بچسب، این الان این به خودمون گل میزنه. خب این گل به خودی زنا که هیچ وقت نفهمیدن اهم و مهم کیه، که هیچ وقت نفهمیدن که پازل دشمن که تکمیل میشه کرد یا نکرد، که اصلا هر موقع اینو کار انجام دادن. ما 2 تا خطر داریم دیگه، 2 قیچی رو نگاه کن، دوست دانا دشمن دانا، دوست نادان. باز دشمن دانا بلندت میکند، این تو رو توسعه میده، تقویتت میکنه، رشد. بر زمینت میذارد نادان دوست.